به نام خدا آموزش گل‌های خمیری رو داریم. طرز تهیه خمیر انعطاف پذیر رو میخوام بهتون آموزش بدم. برای تهیه این خمیر موادی که لازم داریم آرد نشاسته ذرت هستش، چسب چوب شمال لازم داریم، حتما از مارک چسب شمال استفاده بکنید. اسید استاریک لازم داریم، گلیسرین لازم داریم، گلیسرین که از نوع مرغوبش باید باشه، روغن بدن کودک یا روغن بچه و وازلین. خب ابتدا 7 تا قاشق غذاخوری گلیسرین رو داخل ظرفمون میریزیم. 2 3 4 5 6 و 7. بعد یک لیوان پر چسب چوب شمال رو داخلش اضافه میکنیم. لیوانتون باید از قبل با گلیسرین چرب شده باشه یا با وازلین. با گلیسرین چسب کنید بهتره که چسب چوب به لیوان نچسبه. خوب یک لیوان کاملا پر به گلیسرینمون اضافه میکنیم. خوب این رو مخلوط میکنیم به طوری که یک ماده غلیظ یک نواخت بهمون بده. خوب که مخلوط کنید یک مایه به این صورت با این غلظت بهتون میده. بعد نشاسته ذرت رو بهش کم کم اضافه میکنید، هی مخلوط میکنید. این هم خوب مخلوط میکنه تا یه مواد یک نواخت داشته باشیم. تا اینها رو کامل مخلوط نکردین چیزی اضافه نمی کنید. باید یک خمیر یک نواخت داشته باشیم. به این صورت یک خمیر یک نواخت خواهید داشت. خب تو مرحله بعد که ما می‌خوایم اسید استاریک رو بهش اضافه بکنیم، دقت کنید اسید استاریک تقریبا مثل شکر نونهای گرانولی داره. رنگ سفید هستش. از خرازی ها، از جاهایی که لوازم شمع سازی رو میفروشن یا از جاهای مثل مواد شیمیایی و رنگ ها رو میفروشن میتونید اسید استاریک رو تهیه کنید. ولی توی اون فروشگاه هایی که وسایل شمع سازی دارن بیشتر پیدا میشه. 2 قاشق غذاخوری اسید استاریک رو داخل یه ظرف جدا میریزیم. بعد اینو میذارید روی بخار کتری یا سماور حالت بماری که این خودش ذوب بشه و داخل اون خب ببینید من گذاشتم روی سماور تا با حرارت سماور گرانول ها دارن آب میشن تا کاملا یک مایه شفاف و بیرنگ بهتون میدن. وقتی که آماده شد به خمیر اضافه میکنیم. خب اسید استاریک هم به یه مایع شفاف تبدیل شد. بعد این رو داخل خمیرم اضافه میکنم.
یک قاشق مربا خوری وازلین رو به خمیرم اضافه میکنم و یک قاشق غذاخوری هم روغن بچه به این اضافه میکنم. یک قاشق غذاخوری هم وازلین. بعد اینا رو خوب مخلوط میکنم و به خمیرم اضافه میکنم. بعد این رو خوب مخلوطش میکنم. توجه داشته باشید که شما اسید استاریک رو هم میتونید همینجوری گرانولی بریزین داخل خمیر، ولی چون دونه های گرانولی داره احتمال اینکه تو خمیر باز نشن هست، پس بهتره که حتما حرارت بدین بعد بریزین داخل خمیر. بعد موقعی که خمیر رو شما درست میکنید احتمالاً به همچین گلوله هایی رو داشته باشه تو خمیرتون، هیچ اشکالی نداره، چون این خمیر حرارت میبینه، تو حرارت و پخت اون گلوله ها از بین میره و خمیرتون یک نواخت میشه. فقط قبل از اینکه حرارت بدین خمیر رو حدوداً 5 دقیقه به این صورت مخلوط کنید تا یه خمیر یک نواخت بهتون بده. خب دوستان ببینید من خمیرم رو خوب مخلوط کردم. حالا میریزم داخل نایلون. نایلون رو لازم نیست چرب بکنه، چون خمیر ما یک کاملا خمیر چربی هستش. گلیسرین داره، وازلین داره، اسید استاریک خودش چربه، روغن بدن کودک هم که چرب هستش. ولی اگر برای دفعه اول میخواین درست کنین، برای اینکه خیالتون راحت باشه، میتونید کمی نایلونتون رو چرب بکنید. مواد رو میریزین داخل نایلون. چون خمیر خودش خمیر چربی هستش، وقتی حرارت ببینه بعد از پایان حرارت کاملا راحت خمیر از نایلون جدا میشه، اصلا نمیچسبه به خمیر. در نایلون رو خوب گره میزنید. که هوا و آب داخل خمیرتون نره، مخصوصا آب که میخواین توی آب جوش بجوشونید. بعد این رو خوب داخل نایلون پخشش میکنید. اصلا نگران نباشید که به نایلون بچسبه. به این صورت و میندازیم داخل آب جوش. ببینید آب رو من از قبل گذاشتم داره میجوشه. خمیرم رو آرام میذارم داخل آب جوش. حدوداً 10 تا 15 دقیقه میخوایم حرارت ببینه. اگر 15 دقیقه حرارت ببینه این خمیر برای همه گلها به خصوص گلهای رز هم عالی هستش. ولی اگر بخواین که شل بردارین خمیرتون رو برای ساقه کشی راحت تر کار بکنید، میتونید 12 دقیقه تا 10 دقیقه بذارین حرارت ببینه. حرارت شعله باید خیلی ملایم باشه. هر چند دقیقه هی خمیرتون رو هی نایلون رو هی برگردونید.
داخل آتش فشار بدین که بیرون نمونه و کاملا حرارت بدین. دوباره برگردونیم این سمتش رو. ببینید هنوز خمیر من 2-3 دقیقه دیگه مونده که تموم بشه وقتش. وقتی که تموم شد از با نایلون برمی‌دارم میذارم یه جایی که یکم دماش بیاد پایین، یکم خنک‌تر بشه. وقتی که خنک‌تر شد در نایلون رو باز میکنم، خمیر رو در میارم و یکم ورزش میدم. بعد به مدت 24 ساعت میذارم توی نایلون، یه گوشه‌ای از خونه بمونه. داخل یخچال نمیذارم، تو هوای محیط. داخل نایلون میذارم تو هوای محیط تا 24 ساعت. بعد از 24 ساعت شما میتونید داخل یخچال تا چند ماه نگهداری کنید خمیر رو. خب دوستان ببینید من خمیرم آماده است. گذاشتم یکم سرد شده، دماش که اومده پایین. ببینید خیلی خمیر و خوبی شد. بعد اینو حدوداً 5 دقیقه ورز میدم. بعد میذارم توی نایلون دیگه. حدود 24 ساعت تو هوای آزاد بمونه.